بعضی مواقع یه بوی خیلی خفیف گاز داخل خونه میاد، بخصوص از بخاری. میاد با کف آب صابون تست میکنه شیلنگ ورودی خروجی رو، میبینید نشی نداره. از این پیچ هم تست میکنه، میبینید نشی نداره، حباب نمیده. یا از این پیچ میبینید حباب نداره. اون وقت باید چیکار کرد؟ 100% این شمکتون چون که بخارتون خیلی مدت سرویس نشده نشتی گاز داره. این شمک یه سوراخ کوچولو تو این داره، این سوراخ دیدی؟ این سوراخ موقعی که گاز از سوزنی به این سه شعله میرسه، اینجا با خوش یه مکش کوچولوی هوا رو با خوش میده تو تا این قشنگ به سوز آبی بسوزه. اینجا خاک جمع میشه. این خاک جمع شدن باعث میشه دیگه به مرور زمان این گاز به راحتی وارد این شمک نشه. یه خورده از اینجا از این سوراخ بیاد بیرون. ما اینجا باید چیکار بکنیم؟ ما بایستی خیلی راحت بخاری که ما خاموشه سرویسش کردیم اینجوری باز میکنیم. دیدید خیلی راحت باز میشه با یه پیچ گوشتی. این باز میشه. الان تو ویدیوی بعدی باز شدن کاملش به شما نشون میدم.